سلام. من مریم هستم. تازه شروع کردم تو یوتیوب فعالیت کردن. امیدوارم منو همراهی کنید. اون زنگوله خوشگلم فعالش کنید یا اینکه منو سابسکرایب کنید. ببینید، اول کاره میدونم نقاط ضعف دارم، کم و کاستی دارم. همه اینا رو لطفاً نادیده بگیرید، منو همراهی کنید تا منم یه پیشرفتی داشته باشم تو کارم. تو این روزای پرقوقا و پر استرس، تو این تابستون داغ، دیدم که یه موضوعیه، یه مشکلاتیه که یه جورایی اکثریت آدما باهاش درگیرن. البته این مشکلی که میخوام بگم، ببینید همیشه و هر سال بوده، ولی امسال خیلی دیگه وحشتناک شده. میدونیم که جنگ بود، گرونی هست، تورم وحشتناک هست، درآمدا کم شده، یا بهتر بگم ثابت مونده، از تورم جا مونده این درآمدا. ما گناهمون چی بوده، به سر ما چی گذشته، آرزوها نقش آب و خودمون خسته. ما گناهمون چی بوده، آسمون آبی نبوده، خنده های از ته دل یکی بود یکی نبوده. ولی موضوع مالک و مستاجره. همیشه، بازم میگم همیشه بوده، ولی امسال خیلی بیرحمانه تر از سالهای قبل اجاره ها اضافه شده. یه ذره میخوام درد و دل کنم، یه حرفای دلی بزنم. نمیخوام به کسی توهین کنم، نمیگم مالک ها بیرحمن، نه، اونا مشکلات خودشونو دارن. ولی حرفایی که میزنم امیدوارم که یه رحمی به دلشون بیاد، یه ذره به مستاجرها رحم کنن، یعنی به هم دیگه رحم کنیم. واحد 40 متری، زمان ساخت 2 سال قبل از به قدرت رسیدن شاپور اول، بازسازی ناقص، نما سنگ خارا، کف خار مقیلان، طبقه 34 بدون آسانسور، ماهی 6 میلیون و 400. نیوه به بوجم نمیخویورد، مورد دیگری ندایورید؟ یک مورد هم هست، 30 متری زیر همکف، در زمان سامانیان سیاهچال بوده، الان فول بازسازی شده، پارکینگ، آسانسور، انباری و اینا ندارد، ولی دسترسیش به مترو عالی است. چقدرم خوب گذاشته، 150 میلیون 8 و نیم. بگیرم؟ نه اینم به بوجم نمیخویورد. ای بابا باش، این به بودجه شما میخورد. مستراح آقای پور اسحالیان، 3 متری، مهندسی ساز، کف کاشی، ویو رو به اتوبان، شلنگولوشی آلمانی، زده 1,200 ماهی، را میآید، آدم خوبیست. همین را بازدید بگیرم؟ مالکین عزیز سلام. ما هممون میدونیم که تورم خیلی بالا رفته، ارزش پولمون خیلی آب رفته، وضعیت اقتصادی خراب هم که با درآمد کم همه رو گرفتار کرده. بهتره بگم پول از زیر پای فیل کشیدنه. آره میدونم تو هم مشکلات خاص خودتو داری، ولی باور کن مقصر همه این اتفاقا ما مستاجرها نیستیم. من مستاجر در بهترین وضعیت یه آدمی از شما گرفتارترم. یک عده هم کلن برای خدمت به مردم شغل صاحبخونگی رو انتخاب کردن. میگن بعد از کارگری معدن سخت‌ترین شغل جهان صاحبخونه بودنه. توی تمام مناطق شهر خونه داره، سخته. سر برج که میشه تو گرما و سرما میزنن تو دل این شهر بیرحم، کرایه ها رو جمع میکنن. بمیرم. یکی میگه هنوز حقوق نگرفتم، باید 2 ساعت وایسن بهش بگن به من چه. یکی دیگه میگه ندارم بدم، باید با اون کمر درد اساس یارو رو بریزه تو خیابون. سخته. صابخونه نبودید بدونید اینا چی میکشن. مالک جونم سلام. من میدونم تورم خیلی بالا رفته، ارزش پولمون خیلی کم شده، وضعیت اقتصادی هم که هممون توشیم و میدونیم چه خبره، خراب و درآمدا کم شده، یا بهتره بگم پول از زیر پای فیل کشیدن بیرونه. آره میدونم تو هم مشکلات خاص خودتو داری، ولی باور کن مقصر همه این اتفاقا من مستاجر که نیستم.
من مستاجر تو بهترین وضعیت یه آدمیم از خودتو گرفتارتر. مزاحم شدم، خونه برای رهن اجاره میخواستم. چقدر بودجه داری؟ 15 تومن پیش، 500 تومنم برای اجاره. 500 بله. خونه میخوای یا داری دنبال انباری واسه وسایلت میگردی؟ خونه. چند نفر هستی؟ ما 3 نفر. ها؟ من و همسرم و با پسرم. باشه آقا جون، باشه زده زیر شیکمت. ما خونه نداریم واسه 3 نفر. یعنی چی آقا؟ یعنی این که تو مثل که قیمتها حالیت نیست. یا باید پیش تو ببری بالا یا اجارت رو ببری بالا. من نمیتونم ببرم بالا، ندارم دیگه. نداری که نداریم، ما خونه نداریم. اگه 2 نفر بودین یه چیزی. ببینم میتونین یکیتون رو کم کنین؟ جان؟ نمیشه، چجوری یکی کم کنیم؟ من زن بچه‌مو دوست دارم آخه. میتونه حال نمیشه دیگه. میگم بچه رو یه کاریش بکن. بچه‌م، من عاشق بچه‌م هستم. من بچه‌مو خیلی دوست دارم. ولی چون زندگیمو من خیلی بهش اهمیت میدم و دوست دارم، بچه رو یه کاریش میکنم، میبرم بهسیسی میذارم یه خونه جور کنید پس برای 2 نفر. بودجه چقدره؟ همون 15 تومن 500. نداریم آقا جون. با 500 خونه واسه 2 نفر نداریم. بفرمایید نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی نیست آقا جون. تو مثل که قیمتها حالیت نیست. یا اینو باید ببری بالا یا اونو. گفتم که هیچ کدومشو نمیتونم ببرم بالا. حالا اگر یه نفر بودین میشد یه کاریش کرد. یعنی چی آقا؟ من زنمو دوست دارم، من عاشق زنم هستم. یه چیزی بگم بین خودمون باشه. نه من اول زندگی شمع و عود و اینا روشن کردم، یه جوری مهریه رو پیچوندم، رمانتیک کردم نه. ولی چون زندگیمو دوست دارم حاضرم همه کار بکنم. زنم هم طلاق میدم. یه لطف کنید پس یه خونه برای یه نفر جور کنید. این شد. بودجه چقدره؟ بودجه همونه، بودجه‌مو نمیتونم کاری کنم، همون 515. خب حالا الان چند نفرین؟ عرض کردم حالا شدم یه نفر دیگه. پس تو دنبال خونه مجردی میگردی کثافت. تو داری دنبال جان میگردی کثافت کاری بکنی. مالک عزیزم، بازم میگم این روزا گرونی فقط عدد نیستش، فشار واقعی زندگیه. من مستاجر هر ماه بعد یه حساب کتاب وحشتناک بکنم، روح و روانم به هم بریزه، خیلی از نیازهای ساده زندگیمو حذف بکنم که بتونم سر ماه شرمنده و خجالت زده شما نشم. من مستاجر دنبال سوء استفاده نیستم، نه اینکه حق کسی رو بخوام بخورم، نه. مهمت جان بی زحمت اینو امضا کن. امضاش کن. این چیه؟ من چیزی رو نخونده امضا نمی کنم. چی هست؟ لوس نکن خودتو. اجاره نامه خونه است، گفتم امضا کنی، سر سال دیگه باید تمدید کنی دیگه، بعد بذارمش کنار. اجاره خونه رو چقدر زدی تو؟ اصلا مگه مهمه چقدر؟ تو که هیچ وقت پرداخت نمی‌کنی. 25000 تومان زدم، جای عدد خالی نبود. 25000 تومان اجاره رو آنی زده. 25 تومان نظرته؟ نظرم نیست. نه 25 تومان واسه اینجا تنده. 25000 تومان تنده. آره. خب اینم که نمیدین که حالا اگه تنده یا نیست. این بحثا برای چی امضا کن؟ به هر حال داری سند سازی میکنی دیگه. ما الان 2 روز دیگه ندیم میری شکایت میکنی میگه اینا ندادن. خب ماهی 25 تومان به عبارتی میکنه سالی 300 تومان. 300 باید بدیم. نظرته؟ نه همینجوری نظرم نیست. باید ملکو ببینم. باید ملکو ببینیم. آره. به ما یه خانواده خیلی جمع و جوریم، سر و صدام نداریم. خب صبح میریم شب برمیگردیم، مهمونینام خیلی نداریم. خوابش چی؟ خوابش مستره؟ خوابش نه همین دوتاست که 2 ساله دارین استفاده میکنین. چی میگی؟ داره خالی بازی میکنه قیمتو ببره بالا. فهمیدم. من دارم براش دارم. روف گاردنم که نداره گویا اینجوری که ما میبینیم. شوتینگ چی؟ شوتینگ داره؟ آره. شوتینگ داره، فقط باید بیاد رو پای راستم که بشوتم. خیلی بیادبه. میخواد بزنه. بیادبه. حالا اینا بگذاریم. سرویس چی؟ سرویس فرنگی داره؟ فرنگی داره بله. نه اونو که من نمیتونم، فرنگی رو نمیتونم بشینم. نمیتونه. ایرانی هم داره. ایرانی نمیتونم پاشم. الان یه چیزی نیست که ما بین این دوتا باشه. ترکیبی اگه میخوان خودتون با هزینه شخصی خودتون باید درست کنید. من نمیدونم چه شکلیه. خب حالا ولش کن دیگه. حالا اینو یه جور حل. نه چی رو ولش کن؟ من نمیتونم. خیلی خوب. نمیفهمه. خیلی خوب. میگه یه کاریش میکنیم. چی کارش میکنیم؟
خیلی خوب. حالا صابخونه چی؟ صابخونه چجور آدمیه؟ سرش به تنش میارزه؟ آره میارزه. خیلی داری مزخرف میگین ها. خب صابخونه منم. یعنی صابخونه ساکنه خودش میگم عذب مذب نباشه، ما اینجا خونواده ای. من نمیام. ما باید بدونیم توی این خونه چه غلطی داره میکنه. صابخونه درست صحبت کن، جای تشکرتونه. من ازتون کرایه نمیگیرم. ملکش چی؟ ملک تخلیه است. خیر، آتشخالای خودتون توشه. میگم خب حالا 25 تومن این مبلغ زیاد داری از ما میگیری، دیوارا رو هم رنگ میکنی دیگه، چون دیواراش کبره بسته. اون گفته باشم اصلا میشه 25 تومن اصلا نگیرین؟ مثلا روندش کنین یه دفعه 100 تومن فقط رهن کامل بگیرین. نه تبدیل نداره، همینی که هست. از این یک کلامات خیلی بد میگم ولش کن، همینجا میشینیم، چه کاریه بلنش. آره همینجا ما میشینیم. صابخونه‌های جدید همه بی‌رحم شدن. هر جامون که سر به فلک گذاشته. یکم درک میخوام، یه ذره همراهی میخوام. شاید برای تو یه عدد کوچیکی باشه، 500 تومن، 1 تومن، 10 تومن، نمیدونم. هر کس به نسبت شرایط خودش این عدد شاید براش مبلغی نباشه، ولی باور کن برای من مستاجر خیلی کمکه، خیلی کمک میشه. میتونه یه ذره بر من آرامش بیاره، شرمندگی همسرم و جلو زن و بچهش کمتر بکنه. هیچ کدوممون مقصر این گرونی نیستیم، اینو خوب میدونم. یه صابخونه‌ای هم هستن که هوای مستاجر رو دارن. وقتی بچه دار میشن نمیگن جمع کن برو، میگن الان خرجت زیاد شده، کرایه ماهو بذار هر وقت داشتی بده. خودشونو ارباب و مستاجر رو رعیت نمیبینن. قوانین زندگی خودشون رو به زور نمیکنن تو چشم مستاجر. این آدم‌های معمولی هم هستن ها، 2 تا دست دارن 2 تا پا، فقط همه زندگیشون پول و منفعت و 2 تا 4 تا نیسته. ولی بازم میگم، بازم خواهش میکنم تو این شرایط سخت یکم همدلی، یکم انصاف، بتونیم در کنار هم دووم بیاریم، بتونیم ما هم روی پای خودمون وایسیم. ممنونم ازت.